سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی استرولوژی دیگه. میخوام در رابطه با ماه نو نشان لیو صحبت بکنم که در 12 درجه نشان لیو در 4 آگوست سال 2024 مصادف با 14 مرداد اتفاق میفته. ساعت 14:42 و یک زاویه حمایتی و مثبت و کمک کننده از سمت جوپیتر نشان دوقلو داره. ماه نو زمانی هستش که ماه و خورشید درست در پیوند با هم هستن، در کانجانکشن با هم هستن و ماه ناخودآگاه ماست، خورشید خودآگاه ماست و وقتی که این دو در پیوند با هم قرار میگیرن احساسات ما در تعادل با خودآگاه ما و یه جورایی زمان خوبیه برای شروع کارها، برای استارت زدن، برای اینکه هدف بگذاریم، یه جورایی عاقلانه و بالغانه تصمیم گیری کنیم و شروعهای جدید رو رقم بزنیم. خیلی زمان خوبیه برای اینکه اهداف و آرزوهاتون رو بنویسید و از قدرت نوشتن استفاده کنید. این ماه نو انرژی فوق‌العاده‌ای داره، انرژی شادی و انرژی مثبتش خیلی زیاده، چون که نشان لیو نشان انرژی مثبته، نشانی هستش که مربوط هست به تفریح، شادی، خوشگذرونی، سرگرمی، نشانیه که مربوط هست به خلاقیت ها، هنر، ورزش، در صحنه بودن، بازیگری، سینما، تئاتر، نشانی هستش که مربوط هست به کودکان، مربوط هست به افراد در رأس قدرت، مربوط هست به چیزهای لوکس و گران قیمت، مربوط هست به عشق و روابط رمانتیک و کلن انرژی این ماه نو رو همه این مسائل میتونه انرژی فوق‌العاده‌ای باشه. ببین هر ماه نو یه انرژی خاص خودشو داره. یکی از ماه نو حالا مربوط به خانواده است، یکی از ماه نوها مربوط هست به کار و قدرت و اینجور چیزا، اما این ماه نو مربوط هست به منصوبات نشان لیو و هر کسی میخواد شروع استارتی داشته باشه راجع به منصوبات نشان لیو الان وقتشه. اگر شغلای مربوط به کودکان، شغلایی که مربوط هست به خلاقیت و هنر، شغلایی که مربوط هست به چیزای گران قیمت و لوکس، شغلایی که مربوط هست به مثلا تفریح، شادی، خوشگذرونی، جشن، مهمونی، اگر شروع میخواید روی این کارها داشته باشید الان وقتشه. و زاویه مثبتی که جوپیتر داره به این ماه نو میده، خب این ماه نو رو حمایت میکنه. شروعهایی که اینجا استارت میخوره میتونه خیلی بزرگ بشه، میتونه رشد بکنه و در کل انرژی ماه نو واقعا انرژی مبارک و مثبتیه. ممکنه توی این ماه نو اخباری بشنویم راجع به کودکان، اخباری بشنویم راجع به مثلا وسایل ماشین، موبایل یا هر چیزی که لوکس و گران قیمته، قانونای جدید بیاد یا شرایطی فراهم بشه که بتونیم حالا انجامشون بدیم، خرید داشته باشیم. ولی خب باید حواسمون باشه راجع به خرید و فروش و معاملاتمون، چون که دقیقاً فردای این ماه نو یعنی روی 5-6 آگوست، فکر میکنم 6 آگوست باشه، مرکوری در نشان خوشه حرکت برگشتی خودش رو آغاز میکنه و وقتی مرکوری در نشان خوشه حرکت برگشتیش رو آغاز میکنه دیگه وقت خوبی برای تجارت و خرید و فروش و معاملات به خصوص ماشین و موبایل و وسایل الکتریکی نیست. پس حواستون به این انرژی باشه. حالا توی این ویدیوی بعدی راجع به مرکوری در خوشه و حرکت برگشتیش صحبت خواهم کرد، ولی اینجا بدونید که کلا خریدهای لوکس ممکنه تمایلمون به سمت خریدهای لوکس باشه، چون وقتی مرکوری برگشتیه تجربه ثابت کرده که واقعا ممکنه 90%، 80% خریدهایی که توی این دوره انجام میشه زیاد جالب عذاب در نیاد. البته بازم این ارتعاش و فرکانس ماست که تعیین میکنه چه چیزی رو جذب میکنیم، چه چیزی رو وارد زندگیمون میکنیم. در ارتعاش و فرکانس بالا باشیم خب قطعا انرژی های مثبت رو تجربه میکنیم. ولی به هر حال انرژی این ماه نو چون همزمانی داره با مرکوری برگشتی، به نظرم برای خرید مثلا چیزهای لوکس، خرید مخصوصا ماشین و موبایل و لوازم الکتریکی خیلی زمان جالبی نخواهد شد. به خصوص حالا نشان لیو نشان تفریح و شادی و خوشگذرانی و سفر کردن و اینجور چیزا هم هست، اما خب مرکوری برگشتی دیگه زمان خوبی نیست برای انجام دادن سفر و اینا. ولی خب بازم ارتعاشتون رو بالا نگه دارید تا بتونید از این انرژی نهایت استفاده رو ببرید.
خب توی این ماه نو 2 تا ستاره ثابت هم داریم که تاثیر میگذارن روی این ماه نو و این ستاره ثابت معمولا نماد نیش زدن یا مسمومیت هاست و حالا نشان لیو میتونه نشان افراد در اصل قدرت باشه یا حالا نشانی هستش که مربوط هست به کودکان و شاید حالا مسمومیت ها زیاد بشه، باید مراقب نیش عقرب و مار و اینجور چیزا باشیم. از این برم ممکنه که اخباری بشنویم در رابطه با فوت افراد در اصل قدرت، در رابطه با مرگشون، در رابطه با بیماری هاشون و خب به هر حال اخبار خوبی برای افراد در اصل قدرت نخواهد بود. حتی نشان لیو مربوط به هنرمندان و افراد در صحنه هم هست، پس کلاً این افراد باید احتیاط داشته باشن. هم دلم بخواد از تاثیرات مثبتش بیشتر بگم، چون نشان لیو واقعا نشان انرژی مثبت، نشان شور و هیجان و عشق و مثلا روی این دوره‌ای که ماه نو رو داریم در نشان لیو رابطه هامون رمانتیک تر میشه، شور و هیجان و عشق بیشتر میشه، کودکانه تر، معصومانه تر رفتار خواهیم کرد. تمایلمون به این سمته که مثبت‌تر به زندگی نگاه کنیم، دنبال تفریح باشیم، دنبال خوشگذرونی باشیم. انگار حس لیاقت از درون میاد، احساس میکنیم با ارزشیم، احساس میکنیم که لیاقت بهترین ها رو داریم و مثل یک پادشاه، مثل یک ملکه رفتار میکنیم. کارهایی رو میکنیم که از درون خوشحال بشیم، همدیگر رو سورپرایز میکنیم، همدیگر رو خوشحال میکنیم. و یه نکته دیگه هم که اینجا باید بگیم، نشان لیو چیز میکنه، مربوط هست به موی ما و همچنین چشم، قلب، خون. هم باید مراقب سلامت اینها باشیم، هم از این انرژی استفاده کنیم. اگر میخوایم تغییراتی رو ایجاد کنیم زمان خیلی خوبیه روی این مسائل، بخوایم حالا تغییراتی انجام بدیم، مدلمون رو عوض کنیم، تغییر رنگ داشته باشیم، میتونه این انرژی یه انرژی مثبت باشه برای این مسائل. از این انرژی استفاده کنید، خلاقیت هاتون رو رشد بدید. این انرژی خب تقریبا 2 هفته هم ادامه داره و توی این 2 هفته حسابی از انرژی مثبتش استفاده کنید. حالا بریم سراغ نشانها و متولدین ماها که این انرژی رو کجای زندگیشون تجربه میکنن. البته به صورت خلاصه میگم، فقط اشاره میکنم که کدوم قسمت از زندگی این انرژی رو دارن. حتما کلن ویدیو رو گوش بدید تا متوجه بشید که پتانسیل این انرژی چجوریه. پیشنهاد میکنم اول از همه رایزینگتون رو گوش بدید، بعد نشان خورشیدیتون، نشان بعد از رایزینگتون رو هم گوش بدید. خوبه، چرا که اونهایی که درجات آخر یک رایزینگ هستن یا درجات وسط یک رایزینگ هستن تاثیرات نشان بعدیشون رو هم خواهند داشت. مثلا اگر قوچ هستید تارس رو هم گوش بدید، اگر ماهی هستید قوچ رو هم گوش بدید. خب بریم سراغ متولدین ماها و رایزینگ ها. قوچ های عزیز، فروردین ماهی های نازنین، خانه 5 شما تحت تاثیر انرژی ماه نوه و میتونه برای شما روی خلاقیت هاتون، هنرتون، ورزشتون، دیده شدنتون، روی تحصیلاتتون و همچنین روی فرزندانتون و عشق و روابط احساسیتون تاثیر ماه نو رو تجربه کنید. تارس های عزیز، اردیبهشت ماهی های نازنین، خانه 4 شما تحت تاثیر انرژی ماه نو هست و خانه 4 مربوط هست به خانه و خانواده و محیط زندگیتون، دارایی هاتون، ملکتون، خونتون و وطنتون و حتی لوازم خونتون. دوقلوهای عزیز، خرداد ماهی های نازنین، خانه 3 شما تحت تاثیر این انرژی و انرژی ماه نو رو میتونید رو قسمت ارتباطاتتون، دوستانتون، تجارت، معاملات، خرید و فروش، بازار و همچنین شرکت در حالا جشن ها، میهمانی ها، ارتباط با دوستان، آموزش و یادگیری، خرید ماشین، خرید موبایل، خرید طلا و حمل و نقل و سفر. خرچنگ های عزیز، تیر ماهی های نازنین، خانه 2 شما تحت تاثیر انرژی ماه نو هست و خانه 2 مربوط هست به پول شما، نقدینگی شما، منبع درآمدتون، ارزش هاتون، عزت نفستون و همچنین دارایی هاتون. شما شروعهایی روی این مسائل دارید. لیوهای عزیز، مرداد ماهی های نازنین، ماه نو در تاله شما اتفاق میفته، کل زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میده. اما شما ممکنه که شروع جدیدی رو روی زندگیتون داشته باشید که حسابی براتون عالی باشه. این انرژی روی ظاهر شما، شخصیت و هویت شما و همچنین روابط احساسیتون، ازدواجتون تأثیر گذارده.
خوشه های عزیز، شهریور ماهی های نازنین، خانه 12 شما تحت تاثیر انرژی ماه نو و خانه 12 مربوط هست به معنویات، مربوط هست به خواب شما و همچنین لذت های شما، استعدادهای پنهانتون و قراردادهای مالی با سرزمین های خارجی، همچنین مهاجرتتون، سفرهای خارجیتون، طبیعت، مراقبه، مدیتیشن و این مسائل. لیبراهای عزیز، مهر ماهی های نازنین، خانه 11 انرژی ماه نو رو تجربه میکنید و خانه 11 مربوط هست به اهداف و آرزوهاتون، دوستانتون، گروه ها و اجتماعاتتون، روابط احساسی و سودها و دستاوردهاتون. عقرب های عزیز، آبان ماهی های نازنین، خانه 10 تحت تاثیر انرژی ماه نو و این انرژی روی خانه شغل شماست، جایگاه اجتماعیتون و ارتباط با پدر و رئیس و مدیر و همچنین دیده شدنتون، شهرتتون. کماندارهای عزیز، آذر ماهی های نازنین، خانه 9 تحت تاثیر انرژی ماه نو و خانه 9 مربوط هست به تحصیلات شما، اعتقادات و باورهاتون، آموزش و یادگیری و همچنین مربوط هست به اساتید، مربوط هست به مهاجرت، سفرهای خارجی، تجارت و معاملات خارجی. کپریکورن های عزیز، دی ماهی های نازنین، خانه 8 تحت تاثیر انرژی ماه نو و خانه 8 مربوط هست به پول های مشترک، ارث، مهریه، نفقه، بدهی، وام، بیمه، مالیات، بانک، خانواده همسر، دریافت پاداش یا حتی پول های بادآورده و سلامتیتون. آکواریوس های عزیز، بهمن ماهی های نازنین، شما انرژی ماه نو رو در خانه 7 دارید و خانه 7 مربوط هست به ازدواجتون و شراکت هاتون و در رابطه با همسرتون و روابط احساسی عمیقتون تجربه هایی خواهید داشت. و در آخر ماهی های عزیز، اسفند ماهی های نازنین، ماه نو در خانه 6 شماست و خانه 6 مربوط هست به محیط شغلی، مربوط هست به سلامتیتون، مربوط هست به روتین زندگیتون، تغذیه‌تون، باشگاهتون و حیوانات خونگی، دشمنی ها، اختلافات و شما هم باید مراقب سلامت چشماتون، خونتون و قلبتون باشید. امیدوارم که تک تکتون از انرژی ماه نو استفاده کنید، از انرژی های مثبت و شاد ماه نو استفاده کنید و شروع های جدید رو برای خودتون رقم بزنید. شاد و موفق باشید.